نکن اینجا 3 تا استارت استاپ داریم که 3 تا نوانقاله رو استارت میکنه استاپ میکنه. یه دونه دیگه هم داریم که این نوانقاله چپگرد راستگرده، پس من براش کلید 2 جهته گذاشتیم به سمت راست، نوار به راست بچرخه، به سمت چپ به چپ بچرخه. 3 تا هم چراغ سیگناله که حالا 3 فاز نشون میده. الان این کنتاکتور با این حرارتی با این کنتاکتور میشه چی؟ میشه نوانقاله 1. این حرارتی با این کنتاکتور نوانقاله 2. این حرارتی با این کنتاکتور نوانقاله 3. این حرارتی با این 2 تا کنتاکتور میشه نوانقاله 4مون. 3 فاز اومده اینجا، همون 3 فاز اومده اینجا، ولی اینجا یه جابجایی فاز داریم، یعنی RST اینجا RTS یه جابجایی فاز شده، زیرش به هم وصل شده، جامپ شده، رفته از جا به یه موتور که شد 4 تا نوانقاله که یکیش چپگرد راستگرد. یه فیوز اینجا مینیاتوری گذاشتیم که برق اصلی میاد اینجا، از زیرش پخش میشه، یه دونه کنترل فاز، 3 فاز میره توش و 0. اینجا 0 رو آوردیم به پایه 15، از پایه مثلا 18ش گرفتیم که تیغه بستشه، یعنی شما اگر یه فاز نداشته باشی یا جابجا یه فاز داشته باشی، این 15 از 18 قطع میشه دیگه، 0 به کنتاکتورها نمیره. وقتی 0 به اینا نره دیگه استارت نمیشه.